دوستان سلام. دستگاه داکت اسپلیتی که مشاهده میکنین ظرفیت 18000 هستش، ساخت کمپانی هایسنس هستش، به سفارش امارات برای شرایط تروپیکال. خواهش کردیم از دکتر موسوی که مسائل برقی و موارد مرتبط با برق رو بررسی بفرمایند روی این دستگاه. همچنین از نماینده شرکت هایسنس خواستیم که در رابطه با تجهیزات مکانیکی و لوازم مرتبط با اون برای ما توضیحاتی بدن. بخش الکترونیکی و وایرینگ داخلی داکت اسپلیت هایسنس سفارش امارات که نسبت به سایر سفارش‌ها امتیازات خیلی بیشتری داره رو بررسی بکنیم. در اینجا باز هر سه تا موتور، یعنی کمپرسور، فن کندانسور و موتور دمنده هوا، هر سه اینورتری هستن. اینورتر کمپرسور و فن کندانسور مشترک هست، یعنی یک اینورتر مشترک داره و خوبیش اینه که هیتسینگ هرچه ابعاد هیتسینگ، حالا در فیلم یا اگر ملاحظه بفرمایید مهندس، هرچه ابعاد این هیتسینگ بزرگتر باشه عمر در واقع این کارت الکترونیکی اینورتر ما بیشتر خواهد بود. امتیازی که باز نسبت به سایر دستگاه ها داره، ببینید نقشه و ورودی و خروجی های بورد الکترونیکی اینورتر در اون قاب محافظ اینورتر نشون داده شده و نقاط اتصال و ولتاژ گیری برای سرویس نگهداری، کار سرویس کار و تعمیرکار رو خیلی خوب میکنه. این مدل 36000 به بالاش تا 36000 هیتسینگ داره، هیتسینگ آلومینیوم. 36000 به بالا یک لوله‌ای از سیکل تبرید داخل بورد میچرخه، دقیقاً مثل بعضی از مادربردهای کامپیوتر که اونجا گاز نیتروژن میچرخه و حرارت بورد رو جذب میکنه، باعث میشه در محیط‌های خیلی گرم یا پس از کار مداوم دستگاه بورد داغ نشه و آسیب ببینه، احیانا اتصالاتش آسیب. در 36000 به بالاش پس یک لوله فلزی از سیکل تبرید که وظیفه خنک کردن بورد الکترونیکی رو داره. بعد میایم بورد الکترونیکی اینورتر فن دمنده هوا، یونیت داخلی. در اینجا باز امتیازی که داره ارت داره، یعنی بدنه به سیم ارت وصل شده، در برابر اتصال بدنه اتفاقی مانع برگرفتگی خواهد شد. کابل های مهم دارای غلاف حفاظت مکانیکی هستند. رنگ بندی مناسب، ببینید باز اینا چون خطر برق گرفتگی داره، ترمینالامون روکش عایق داره. اینجا ترمینال ارت نیازی نیست. بورد الکترونیکی برای اینکه با قسمت فلزی اتصال نداشته باشه، از یه پایه‌های در واقع مقرهای اتکایی یا پایه‌های پلاستیکی از طریق اینها به در واقع قسمت فلزی دستگاه بله متصل شده و سوار شده و در کل باز هم وایرینگ مناسب، رنگ بندی مناسب برای سیم های رابط، فیوز محافظ در برابر اضافه جریان اتصال کوتاه داخلی بورد. اینا همه امتیازهایی هستن که این دستگاه که به سفارش امارات در واقع تهیه میشه این دستگاه داره از نظر بحث الکتریکال. دستگاه هایسنس فول اینورتر تروپیکال هایسنس هست که در واقع فول دیسی اینورتر هست. فن در واقع یونیت داخلی کمپرسور و فن کندانسور هم از موتورهای اینورتر استفاده شده. یکی از قابلیت‌های مهم دستگاه اینه که برای کاهش صدا و نویز دستگاه، حجم دستگاه‌ها به نسبت حالا دستگاه‌های مشابه تو ظرفیت‌های مشابه بزرگتره. شما یه دستگاه 18000 رو داریم ملاحظه می‌کنید، خب حجم دستگاه به نسبت دستگاه 18000 بزرگتره. علت اینه که پارامتر سرعت رو در بحث بلور فن‌ها کاهش دادن و حجم هوا رو بالاتر بردن. یعنی دبی خروجی هوا بالاتره اما با سرعت پایین‌تری در واقع این کار شده. در ظرفیت 18000 و 24000 بلور فن از جنس ABS رو داریم، در ظرفیت 36000 به بالا از جنس فلزی هستن. در واقع تمامی دستگاه از ظرفیت 1.5 تن تا 5 تن مجهز به پمپ درین هستن. به هر دلیل که تخلیه به صورت ثقلی انجام نشه، به صورت اتومات با لول کنترلی که دارن در واقع پمپ درین تخلیه آب رو انجام میدن. در ظرفیت 18000 که الان اینجا هست، در بالاترین دورش توی ریت 37 پاسکال 765 CFM میزان هوادهی دستگاه هست. و باز نکته دیگه که این دستگاه داره، قابلیت تنظیم افت فشار استاتیک از روی ترموستات رو داره، یعنی به نسبت در واقع متراژ کانال کشی و افت فشار مسیر و افت کویل آب گرم که در جلوی دستگاه نصب میشه این فشار استاتیکی دستگاه رو تغییر داد، یا بیشتر یا کمتر.
و حالت دیگه که این دستگاه داره حالت سوپر سایلنت است که دقیقاً مثل گوشی تلفن همراه حالت سایلنتی داره که از مینیمم دوری که روی دستگاه تعریف شده دستگاه رو پایین‌تر میاره. با حداقل CFM موجود در واقع دستگاه داره فعالیت میکنه، ولی عملاً صدایی در مواقع استراحت که دیگه بله دور نده به بالاتر دقیقاً مجبورش می‌کنیم که همیشه تو دور پایین این بیشتر برای خواسته افرادی است که خیلی به صدا حساسن در زمان خواب، حتی دور کم دستگاه هم براشون آزاردهنده است. برای همون این حالت سوپر سایلنت روی دستگاه هست. یکم بحث سیستم نشتاب الکترونیکه که در واقع هر نشتی در مسیر خط گازمون اتفاق بیفته قبل از اینکه بخواد به سیستم آسیبی بزنه به صورت خودکار سیستم از مدار خارج میشه تا زمانی که تعمیر انجام بگیره و دوباره شارژ گاز انجام R410 هست. بله. و کندنساتورتون تماما فیناشون بلو هستش یا کلا میتونن داشته باشن؟ هم بلو فین داشتیم هم گلد فین. در ظرفیت‌های 36000 به بالا اون همه گلد فین هستن، 18000 و 24000 اون بلو فین هستن. از ظرفیت 36000 به بالا کندنسورهای ما کلا به صورت دو فن هستن، یعنی دقیقاً همین کندنسور به صورت دو طبق شما فرق، ولی با سیستم کنترل ظرفیت، یعنی همیشه دو فن در مدار نیست به نسبت ظرفیتی که در واقع داره استفاده میشه. فن‌ها تو مدار میان و دور فن‌ها متغیر هست. علاوه بر اینکه خود سیستمتون به صورت هیت پمپ هست میتونه برای فصول سردم تولید گرما بکنه. آیا کل گرمایی، کل آب گرم هم پیش بینی شده نصب کردین روی اینها؟ بله. ببین ما به نسبت استانداردی که روی بحث فشار استاتیک دستگاه هست و میزان هوادهی به صورت سفارشی به یک شرکت کارخانه کویل ساز دادیم، به سفارش برای ما کویل رو تولید میکنن. ظرفیت کویل حرارتی و معمولا 2 برابر ظرفیت سرمایشی هر دستگاه به دلیل اینکه دقیقاً به اندازه مقطع خروجی در واقع فن ایندور دهانه فن تولید میشه و چون حجم فن ها بزرگ هست معمولا ظرفیت کویل حرارتی اون به همون صورت افزایش پیدا میکنه. این کویلی است که الان برای همین دستگاه 18000. خب معمولا این قسمت کویل آبی گرم تو خیلی از پروژه به دلیل اینکه قاب و حفاظی نداره با کمترین ضربه ممکنه لوله مسی کلکتور سر در واقع کویل آسیب ببینه که این شرکت کویلساز به سفارش اومدن کاملا قاب گرفتن. قاب هم به شکلی تولید شده که در صورت کسی که میخواد نصب کویل رو انجام بده غلافی برای این مهره برنجی درست کردن که تحت هیچ شرایطی باعث چرخش لوله مسی و آسیدگی نقاط جوش نشه و این حالات ظاهر کلی که در خط رفت و برگشت هم هواگیری کار شد. خب دوستان توضیحات آقای دکتر موسوی در با مباحث الکتریکال دستگاه 18000 هایسنسو و توضیحات نماینده شرکت هایسنسو که به سفارش ما تولید شده شنیدیم. یکی از نکاتی که مهم بودش تو این صحبت‌ها بحث این بود که میتونه نشتیابی بکنه و وجود نشت رو مشخص کنه. توجه داشته باشن دوستان که در مقررات ملی ساختمان مبحث 14 بحث نشتی گازهای مبرد بسیار اهمیت داده شده به دلیل دو ویژگی بدی که این گازها ممکن است داشته باشن. یک بحث حریقشون و بحث شعله پذیریشون، دوم بحث سمی بودنشون. بنابراین توجه داشته باشیم این که میتونین نشت رو زود تشخیص بدین و جلوگیری کنین از پخش شدن اون تو محیط یک برگ برنده است که کسانی که پیش بینی کردن تو سیستماشون میتونن از اون استفاده کنن. خوشحال میشم نقط نظرات شما رو هم در رابطه با این بحثی که امروز داشتیم و بررسی که داشتیم بشنویم. کندو همیشه در کنار شماست.